وقتی یک تکه زنجبیل میخورید، تند و سرشار از قدرت است. اما درون بدن شما اتفاقی باور نکردنی شروع می شود. شماره 1. بهبود هضم. زنجبیل به محض رسیدن به معده آنزیم‌هایی را فعال می‌کند که به شما کمک می‌کنند غذا را سریعتر هضم کنید و نفخ را کاهش دهید. شماره 2. گردش خون و التهاب. ترکیبات طبیعی مانند جینجرول رگ‌های خونی شما را شل کرده، گردش خون را بهبود بخشیده و التهاب را کاهش می‌دهند. شماره 3. محافظت سلولی. در اعماق سلول‌های شما آنتی اکسیدان‌ها با آسیب‌ها مبارزه می‌کنند و از دی ان ای شما محافظت می‌نمایند. شماره 4. تقویت سیستم ایمنی. سیستم ایمنی شما بیدار می‌شود و آماده دفاع در برابر ویروس‌ها و عفونت‌هاست. شماره 5. بهبود خلق و خو. در این حال مغز شما سروتونین و دوپامین ترشح می‌کند که تمرکز و خلق و خو را بهبود می‌بخشد. شماره 6. سلامت قلب. حتی قلب شما نیز سود می‌برد. فشار خون تثبیت می‌شود و سطح کلسترول کاهش می‌یابد. شماره 7. بازنشانی کامل بدن. زمانی که بدن شما پردازش آن تکه کوچک زنجبیل را به پایان می‌رساند، این فقط یک طعم نیست، بلکه یک بازنشانی کامل برای بدن است.